هر کدام از پیشین که آمدن در مقابل حجت خدا یا نبی یا رسول یا امام یا وصی ایستادند، نپذیرفتن، مقابله کردن، سنگ زدن، مسخره کردن، کشتن. اما اون شیعیان ما در آخر الزمان می آیند، مهدی ما را ندیدند، نه چهره از او دیدند، نه صدای از او شنیدند. به سیاهی هایی روی سپیدی هایی به او ایمان می آورند، ایمانی که از هر یقینی محکم تر است و نمی تواند تزلزل در اونها ایجاد کند. عبادت اونها افضل است از عبادت همه امم، چون حجت نادیده را خریدار شدن. کل خیر در آن زمان است. گفتم آقا شما میگید اینا خودشون به جون هم میفتن، خودشون هم رو لعنت میکنن، خود شیعه آبدان به صورت شیعه میاندازن که خیلی بده. فرمود همینم بد نیست، مهدی ما میآید، دست بر سر اونها میکشد، عقلشون کامل میشود، اختلافشون از بین میره. صبح نزدیک است و روشن میشود این آسمان. ای دل صبر کن، چشم بر مشرق بدوزو، منتظر با من بمان. ای دل صبر کن، آفتابی که به زیر ابر بودستی نهان، می شود آخر عیان، می شود شاداب این پژمرده باغ و بوستان. ای دل صبر کن. خدا رو چی دیدی؟ دیدی این جمعه صدا آمده یا اهل الحال. انا بقیت الله. بیا که جان به مقدمت فدا کنم، به عهد صبح جمعه ها وفا کنم. بیا که جان به مقدمت فدا کنم، به عهد صبح جمعه ها وفا کنم. کنار تو بقی را بنا کنم و زخم‌های کهنه را دوا کنم. عزیز مادری، امید حیدری، شمیم کوثری، یگان دلبری، یه روزی میخری منو به نوکری. چشم به راه تو، به یه نگاه تو، یه روزی جون میدم توی سپاه تو.